فرض کنید با یه تصمیم حیاتی روبرو شدین. یه تصمیمی که کل زندگیتون رو میتونه عوض کنه. کلی گزینه هم جلوتونه و هر کدومشون هم با قاطعیت میگه که فقط من راه درست هستم. تو همچین شرایطی آدم واقعا باید چیکار کنه؟ خب این دقیقاً همون سوال اصلیه که می‌خوایم با یه آزمایش فکری ساده و البته جالب یکم بازش کنیم. ببینیم اصلاً چطور میشه با این وضعیت کنار اومد و چه راههایی پیش روی ماست. برای اینکه این ایده رو بهتر بفهمیم، بیاین با هم یه سناریو رو تصور کنیم. فکر کنید توی یه سالن خیلی خیلی بزرگ و شاید کمی هم مرموز ایستادین. و این سالن تا چشم کار میکنه پر از دره. 10 در مختلف که دو طرف راهرو ردیف شدن. هر کدوم از این درها انگار یه انتخابه و تعدادشون اونقدر زیاده که واقعا آدم رو گیج میکنه. اما داستان اینجا جالب میشه. روی تک تک این درها یه نوشته هست که میگه نجات فقط از اینجاست. یعنی هر دری ادعا میکنه که اون و فقط اون تنها مسیر درسته. بقیه همشون اشتباهن. ببینید این یعنی هر انتخاب شما یه جوهایی مرگ و زندگیه. پیام‌ها خیلی واضحن. از یه طرف یه وعده بزرگ میدن. اگه منو انتخاب کنی نجات پیدا میکنی. از طرف دیگه هم یه هشدار جدی. اگه بری سراغ بقیه درها کارت تمومه و مجازات میشی. یعنی ریسک ماجرا فوق‌العاده بالاست. خب وقتی پای همچین انتخاب سرنوشت‌سازی وسطه، اولین کاری که هر آدم منطقی میکنه چیه؟ دنبال دلیل و مدرک میگرده. درسته؟ سوال اینه که اصلاً مدرکی به شما داده میشه که بتونید یه تصمیم عاقلانه بگیرید؟ و جواب خب یه جوره ناامید کننده است. هیچ مدرک قابل اثباتی وجود نداره. هیچ راهی نیست که بفهمی کدوم درست میگه. تنها دستوری که به شما داده میشه اینه: به من ایمان بیار. همین. خیلی خوب، پس ما موندیم و یه سالن پر از درهای مدعی بدون هیچ مدرکی. تو این موقعیت کاملا گیج کننده به نظر میرسه 3 راه بیشتر پیش روی ما نیست. 3 انتخاب منطقی. بیاید یکی یکی بررسیشون کنیم. راه اول اینه که شانسی یکی رو انتخاب کنید. چشماتون رو ببندید و یه در رو باز کنید. خب این یه جور قماره دیگه، نه؟ با این همه گزینه و بدون هیچ اطلاعاتی احتمال اینکه در درست رو انتخاب کرده باشید خیلی خیلی کمه و از اون طرف ریسک اشتباه کردن خب خیلی بالاست. مسیر دوم اینه که بگید خب من تحقیق میکنم. سعی میکنید در مورد هر در و ادعاش اطلاعات جمع کنید. اما مشکل اینجاست که طرفدارای هر در قسم میخورن که شواهد اونها از همه قوی تره. آخرش هم به جای اینکه به یه جواب شفاف برسید، فقط با یه عالم ادعای ضد و متناقض روبرو میشید که بیشتر گیجتون میکنه. و میرسیم به راه سوم، صبر کردن. شاید اولش به نظر بیاد این یعنی دست روی دست گذاشتن، ولی اصلاً اینطور نیست. این یه استراتژی کاملاً هوشمندانه و منطقیه. وقتی اطلاعات کافی برای یه تصمیم به این مهم و پر ریسکی رو ندارید، منطقی ترین کار چیه؟ اینکه فعلاً هیچ دری رو انتخاب نکنید تا از یه اشتباه فاجعه‌آور جلوگیری کرده باشید. خب تا اینجا این یه آزمایش فکری بود. حالا بیایید این تشبیه رو به دنیای واقعی خودمون ربط بدیم. اون سالن پر از در واقع استعاره‌ای از دنیای باورها و ادیان مختلفه، هر کدوم با ادعای اینکه تنها راه حقیقت هستن. این راه سوم یعنی استراتژی صبر کردن برای دلیل و مدرک کافی، دقیقاً همون چیزیه که بهش میگن ندانمگرایی یا اگناستیسیسم. خیلی مهمه که این رو با بیخدایی اشتباه نگیریم. یه ندانمگران نمیگه خدایی وجود نداره. موضوعش اینه که من تا وقتی دلیل و مدرک کافی نداشته باشم انتخاب نمی کنم. این جمله به نوعی خلاصه کل این بحثه. تا زمانی که دلیل کافی نداشته باشم انتخاب نمی کنم. و این یک انتخاب درونی امن‌تر است. یعنی در مواجهه با عدم قطعیت مطلق انتخاب نکردن خودش یه انتخاب منطقی و امن به حساب میاد. ببینید خیلی مهمه که بدونیم هدف از این بحث این نیست که بگیم فلان مسیر یا فلان باور اشتباهه، اصلاً و ابداً. این استدلال قرار نیست باور کسی رو زیر سوال ببره. هدف فقط اینه که توضیح بدیم چرا یک نفر وقتی با این حجم از عدم قطعیت و ادعاهای متناقض روبرو میشه ممکنه کاملاً منطقی تصمیم بگیره که منتظر بمونه. این یه راه برای فهمیدن پایه‌های منطقی این دیدگاهه. و در آخر این بحث ما رو با یه سوال عمیق و مهم تنها میذاره که ارزش فکر کردن داره.
در مواجهه با یک عدم قطعیت بزرگ و بنیادین، آیا انتخاب منتظر ماندن یک کار منفعلانه و از سر ترس یا یک استراتژی فعال و هوشمندانه؟